من اینجا از رزین نیمه غلیظ استفاده کردم. شما میتونید از رزین غلیظ هم استفاده کنید. از رزین رقیق هم میشه، ولی باید زمان بیشتری داده باشی بهش، یعنی در واقع رزین استراحت کن. من چون دارم با یه دست ویدیو میگیرم، شما میتونید یه مقدار سینی رو هم کجش کنید تا رزین به همه قسمت های سینی برسه. خب ببین تمام قسمت ها رو ما از رزین پوشوندیم. حالا میایم حباب هاش رو توسط فنده یا ترش میگیریم. حواستون باشه که خیلی مستقیم هم نباشه، روی قسمت نگه ندارید و اینکه خیلی سریع باید این کار رو انجام بدیم. خب حالا یه مقدار بهش زمان میدیم، چون بعضی از حباب ها خودشون میان بالا، حباب های سوزنی به اصطلاح، که میتونیم دوباره ترش بگیریم، ولی بهتره که با یه خلال دندون اون حبابای خیلی ریز رو از بین ببریم. خب حالا مرحله بعدی استفاده از رنگ طلاییه. خب مقداری از رزین رو اینجا داخل ظرفمون میریزیم، مقدار خیلی کم، از یه ظرف خیلی کوچیک استفاده میکنیم. این مقدار خیلی کم، ببینید چقدر کمه. بعد از میتونم بیشترش کنم، ببینید چقدر جذاب شد. خب حالا یکم بهش استراحت میدیم تا کاملا حباباش بیاد بالا. دمای اتاقتون هم حواستون باشه بین 28 تا 30 باشه، یعنی زیر 30 باشه. خب من یه مقداری بهش زمان دادم، دوباره دارم ویدیو میگیرم. یک جاهایی نگاه کنی که حبابای سوزنی اومده بالا. این حبابای سوزنی رو ما میتونیم با استفاده از خلال دندون برداریم. ببینید خیلی آروم اینا میتونیم از بین ببریم. به هیچ عنوان دیگه نباید ترش بگیریم، چون کارمون خراب میشه، رزین میسوزه و اینکه ممکنه کارمون بعد از خشک شدن چروک بشه.